السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين اهدنا بهداية القرآن الكريم. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان واليقين. اللهم يا ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم فرج الكرب عن المكروبين. اللهم أد الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين وأخرجنا من هذه الدنيا غير فاتنين ولا مفتونين. وأشهد أن لا إله إلا الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وينادي ويقول: عبدي أطعناك، عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك. عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك لقبلناك. عبدي أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت بعد ذلك لقبلناك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعزيمنا محمد رسول الله. قال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله أوصني. قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله، فإنها رأس الأمر كله. قال: زدني يا رسول الله. قال: زدني يا رسول الله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى، فإنها نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران محترم و خواهرانی که امروز در نماز وحدت آفرین روز جمعه مبارک تشریف آوردند، خداوند متعال ما همه را در زمره امتان راستین رسول مقبول علیه السلام حشر بفرماید. برادران، امروز 22 ربیع الاول 1424 هجری قمری است و مصادف است با 23 می 2003 میلادی. ما در ماه ربیع الاول، ماه ولادت رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار داریم. ما در ماه ربیع الاول، ماه هجرت رسول الله علیه السلام قرار داریم و ما در ماه ربیع الاول، ماه رحلت و وفات بزرگترین انسان روی زمین، رحمت للعالمین، محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم قرار داریم. خداوند متعال ما را از جمله پیروان راستین رسول مقبول در دنیا و آخرت، خداوند متعال ما را قایم و دائم ثابت محفوظ نگه دارد. برادران، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را ابو ذر غفاری سوال کرد که یا رسول الله مرا وصیت کن. رسول اکرم فرمود: علیک بتقوى الله فانها رأس الامر كله. بر تو لازم است ای ابو ذر از خدا بترس، متقی باش و ملکه و انگیزه خداشناسی در وجود خود پیدا کن. در وجودت چنان صفت را پیدا کن که تو را به خدا وصل بسازد و به خدا کشش و جذب عنایت کند.
ابوذر فرمود یا رسول الله زدنی، زیاد میخوایم برای من نصیحت کنی یا رسول الله. رسول اکرم فرمود علیک بتلاوت القرآن و ذکر الله تبارک و تعالی، لازم است بر تو ای ابوذر تلاوت قرآن کن، ذکر الله را به زبان جاری کن. فانها نور لك فی السماء و ذخر لك فی الارض. ذکر الله و تلاوت قرآن نور تو در آسمان ها است و تو را در آسمان ها و عالم ملکوت نورانی و منور معرفی میکنه و در روز آخرت چراغ راه تو است در پل صراط و در روز آخرت نجات دهنده تو از قرآن و ذکر الله از عذاب پروردگار و نور و چراغ تو است در درون ظلمت کده قبر تو که تو را در قبر میگذارند. چراغ قرآن قبر تو را منور میسازه، چراغ ذکر الله قبر تو را منور میسازه. ای ابوذر تقوا، ذکر الله و تلاوت قرآن بزرگترین مصروفیت و مشغولیت یک فرد مسلمان است. این کارها را باید پیشه کنی. برادران، خدا یا الله جلت عظمته ذات واحد و لا شریک است. خداوند و الله متعال خالق است، مالک است و رب الارباب است. جز او خدای وجود نداره، جز او الله معبود وجود نداره. لیس کمثله شیء، مثل پروردگار چیز وجود نداره. از سیدنا علی ابن ابی طالب کسی پرسان کرد که صف لنا ربک یا علی، ای علی پروردگارت را برای ما صفت کن که چسان پروردگار و چسان آفریدگار و چسان معبود داری، او را تعریف کن. علی ابن ابی طالب فرمود سبحان ربی لا یدرک بالحواس ولا یقاس بالقیاس. پروردگار مرا پاکی است، پروردگار مرا. سبحان ربی، پاکیست پروردگار مرا. لا یدرک بالحواس، به حواس انسان پیدا نمیشه. اگر انسان کوشش کنه خدا را پیدا کرده نمیتونه که لمس کنه به حواس خود، زیرا ذات خدا را حس و عقل انسان احاطه کرده نمیتونه. ولا یقاس بالقیاس، به قیاس انسان قیاس نمیشه. با عقل انسان در مورد ذات رحمان هیچ گونه انسان به نتیجه رسیده نمیتونه. فوق کل شیء ولیس تحته شیء، الله بالای همه چیز قرار داره. فوق کل شیء، از همه چیز کرده با عظمتتر و عالیتر است. ولیس تحته شیء، در زیر یعنی در تحت پروردگار چیزی وجود نداره که بالای او تکیه کرده باشه. یعنی خداوند مکان نداره، خداوند ضرورت به تخت و تاج و سلطنت که در دنیا مردم از شاهها و سلاطین را مشاهده میکنه، به این چیزا ضرورت نداره. لیس تحته شیء، در تحت خدا چیز قرار نداره. عرش و غیر عرش مخلوقند. خداوند قبل از عرشم وجود داشت و بعد از عرشم وجود داره بود. خدا ازلی و ابدی است. الله متعال بر عرش طور وجود نداره که خداوند در عرش مکان اختیار کرده. عرش و غیر عرش مخلوقند و قبل از آن خدا وجود داشت، ازلی و ابدی است. خداوند فوق کل شیء ولیس تحته شیء. و بعدا میگه علی کرم الله وجهه لا کشیء و هو فی کل شیء، لا کشیء فی شیء لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. الله در هر چیزی وجود داره، بر هر چیزی خداوند رقیب است، بر هر چیزی خداوند تسلط داره، به همه چیز خداوند حاکمیت داره. ولی خدا در درون اشیاء حل نشده، مثل که در آب نمک حل میشه و یا بوره در آب حل میشه. خدا در درون طبیعت، در درون کائنات، در درون مخلوقات حل نشده. خداوند وجود داره در هر جای ولی در بین اشیاء وجود نداره، یعنی مکان اختیار نمیکنه. و بعدا میگه
لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مثل خدا چیزی نیست، الله مثل نداره. لیس کمثله شیء فرد احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله واحد است، لا شریک است، مثل مانند نداره، مانند او در آسمان ها و زمین نیست. و خداوند خالق است و اشیا را رقیب است، همه چیز را کنترل میکنه، در درون اشیا وجود نداره و بالای همه چیز است، ولی در تحت خدام چیزی وجود نداره. یعنی خداوند ای که میگم الرحمن علی العرش استوا، الله بر عرش استوا داره، معناش نیست که خداوند بر تخت تکیه کرده. استوا طوری که امام مالک رحمت الله علیه میگه الاستوا معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعة والایمان به واجب والانکار منه کفر. امام مالک میگه استوا حق است و کیفش مجهول است. چه قسم خدا استوا داره در عرش، کیفش به ما معلوم نیست. ایمان به او واجب است، زیرا در قرآن الله میگه الرحمن علی العرش استوا، رحمان بر عرش استوا داره. ما همه ایمان داریم که خدا در عرش استوا داره، کیفش نمیفهم چگونگیشه. ایمان به او واجب است، سوال کردن از حقیقتش بدعت است، انکارم از این مطلب کفر است. این جواب شافی و کافی است برای ما مردمی که میخوایم از عقاید حقی مسلمین با خبر باشیم. حضرت سیدنا ابی بکر صدیق رضی الله عنه را پرسیدن کیف عرفت ربک یا ابا بکر، کیف عرفت ربک یا ابا بکر، چگونه پروردگارت شناختی ای ابو بکر؟ ابو بکر میگه عرفت ربی بربی لولا ربی ما عرفت ربی، پروردگار خود را به واسطه خود پروردگار شناختم، الله را به واسطه خود الله شناختم. اگر الله معرفی نمیکرد خود را، ما خدا را شناخته نمیتانستیم. عرفت ربی بربی لولا ربی ما عرفت ربی، من رب خود را به واسطه رب خود شناختم. الله خود را معرفی کرد، الله قدرت و صفات خود را به ما معرفی کرد. اگر پروردگار معرفی نمیکرد، ما خداوند متعال را شناخته نمیتوانستیم. بعدا ابو بکر میگه العجز عن الادراک ادراک والبحث فی ذات الله اشراک. ابو بکر میگه رضی الله عنه العجز عن الادراک ادراک، ای که ما عاجز هستیم ذات خدا را درک نمیتانیم، ای خودش درک کردن و علم است. ای که ما نمیتانیم خدا را، ذات پروردگار در موردش تعمق کنیم، فکر کنیم. ذات خدا را کس پیدا کرده نمیتانه، در کیف خدا کس فکر کرده نمیتانه. تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله، در نعمتهای الله تفکر کنیم، در قدرتهای الله تفکر کنیم. ولا تفکروا فی ذات الله، در ذات خدا شما تفکر کرده نمیتانید. اگر یک مثال زمینی ما بتیم، لیس کمثله شیء، اما برای فهم ما مردم، اگر یک انسان بخواید که نور چشمای خود را زیاد کنه، در قرص آفتاب نگاه میکنه، چون قرص نورانی است، منبع نور است، با تماشا کردن به سوی قرص آفتاب نور چشم انسان زیاد نمیشه، بلکه خیره شده میره، بالاخره اشکاش میریزه و پایین میفته. زیرا چشمای انسان قدرت دیدن نور درخشان آفتاب را در عالم ظاهر نداره. چگونه انسانی که در مورد ذات خدا تفکر کنه، عقلش مبهوت و حیران میمانه. العجز عن الادراک ادراک، عاجز بودن از درک کردن ذات خداوند متعال، این خودش ادراک است، این خودش علم است. و بعد میگه والبحث فی ذات الله اشراک، بحث تعمق در ذات خدا شرک است. کسی نمیتونه درباره ذات خداوند متعال تفکر کنه، اما در قدرت‌های پروردگار و در مخلوقات پروردگار
شما میتونین که تفکر بکنید. و برای امام علی رضی الله عنه گفته شد که ما الدلیل علی وجود الله تبارک و تعالی، چه دلیل داری بر وجود پروردگار؟ امام علی رضی الله عنه میگه و متى غاب سبحانه و متى غاب سبحانه حتی تسألونی عن وجوده. گفت چه دلیل داری به وجود خداوند؟ حضرت علی کرم الله وجهه گفت چه وقت پروردگار ما غایب شده که شما از وجودش پرسان میکنید؟ پروردگار چه وقت غایب است که شما از وجودش پرسان میکنید که ما او را برای شما وجودش ثابت کنم؟ او خداوند ثابت است، خداوند وجود داره، خداوند در هر جایی که هستن وجود داره. هو معکم اینما تکونوا، هر جایی که شما باشن پروردگار همراه شما است. هیچ دو نفری که اسرار میکنه سومش پروردگار است، 4 نفری که اسرار میکنه پنجمش پروردگار است. هیچ نجوای و یا صحبت پنهانی نیست مگر سوم او، 4م او، 5م او و یا ذات پروردگار متعال است که میگه متى غاب حتی تسألونی عن وجوده. چه وقت غایب شده پروردگار که مرا از وجود پروردگار شما پرسان میکنند. برای امام علی بازم پرسیدن که متى کان الله، متى کان الله یا امام، ای امام پروردگار چه وقت بود؟ یعنی ازلی تاریخش پرسان میکنه، در حالی که پروردگار در زمان و در مکان نمی گنجه. زمان مخلوق است، والعصر والفجر والضحى والضحى و پروردگار قسم یاد میکنه به زمان. زمان و مکان هر دو مخلوقند، خداوند اینا را آفریده. متى کان الله یا امام، ای امام الله چه وقت بوده؟ امام علی میگه و متى لم یکن، در جوابش گفت الله چه وقت نبوده. او گفت متى کان الله امام، فقال الامام علی متى لم یکن، چه وقت نبوده الله متعال که شما مرا پرسان میکنند؟ قال گفت ان كانت العیون لا تراه بمشاهدة العیان. علی کرم الله وجهه میگه اگر چشما به مشاهده علنی نمیبینه، چشمای ما به طور عیان و نمایان الله را دیده نمیتونه، فان القلوب تراه بحقیقت الایمان، قلبها به حقیقت ایمان الله را مشاهده میکنه. اگر چشما نمیتونه ببینه اما قلبها به حقیقت ایمان میتونه که کیف کنه و پروردگار خود را تماشا کنه و پروردگار خود را زیارت کنه و از قدرت ها و آثار او در قلب ها فیضات رحمان میریزه. به این خاطر است که برادران خداوند متعال انسان را آفرید و بزرگترین چیزی که در وجود انسان ودیعه گذاشت و او را میبخشه ایمان به الله متعال است. قیمت بهاترین چیز در وجود انسان ایمان به ذات واحد سبحان است، ایمان به ذات ملک العلام الغیوب است، خدایی که غیب ها را میفهمه. ایمان بزرگترین و قیمت بهاترین نعمت الهی در وجود انسان است. ایمان نوری است که قلب انسان را منور میکنه. ایمان چراغی است که در دنیا و آخرت انسان را ارزش بالا میبره. به این خاطر است که انسان هایی که ایمان را نداره خداوند متعال اونا را در قرآن کریم به حیوانات تشبیه کرده، در قرآن کریم به درنده ها تشبیه کرده. میگه اینا قلبهایشان کور است. باید این مطلب را درک بکنیم که انسان در وجود خود بزرگترین جوهر و بزرگترین نعمت که در وجود انسان است او عبارت است مسئله ایمان به ذات پروردگار است. برادران اسلام دین کامل است و اسلام تمام جوانب زندگی را در بر گرفته است. در رابطه با انسان ها قانون داره، در رابطه با جامعه قانون داره، در رابطه با کائنات قانون داره که در کائنات انسان چه عمل را باید انجام بده و در رابطه با مسائل کنترل و اداره و حکومت یا بخش سیاسی هم قانون داره. بنابراین خداوند متعال دین کامل را برای ما انسان ها هبه کرد. الیوم اکملت لکم دینکم،
امروز من دین شما را تکمیل کردم. 4 بخش اساسی تعالیم اسلام در حقیقت بزرگترین نعمت است که تمام زندگی انسان در بر میگیره و در روشنایی 4 بخش اسلام زندگی انسانها را رهبری میکنه و راهنمایی میکنه. اولین بخش را که اسلام رهبری میکنه بخش ایمان و اخلاق است، بعد ایمانی که در رابطه با افراد بسیار نقش داره. اولین بخشی که اسلام تشریح میکنه بخش ایمان است، عقاید است، اخلاق است. دومین بخشی که اسلام تعالیم داره و راهنمایی داره بخش جامعه و مردم است. و سومین بخش اداره و حکومت و سیاست است. و چهارمین بخش عبارت از قسمت تمدن یا بخش اسلام در رابطه با طبیعت و کائنات است. این 4 بخش اساسی کل زندگی را اسلام در بر میگیره. و بخش اول بخش ایمان است. ایمان اساس و تهداب زندگی یک انسان است. یک انسانی که خدا را نمیشناسه، انسانی که در قلبش نور ایمان نیست، انسانی که به پروردگار ایمان نداره، و انسان مقامش از حیوانم پستر است، از حیوانم پایین تر است. و اسلام میگه که اگر میخواه که مردم اصلاح باشه، اگر میخواین که جامعه اصلاح باشه، انسان باید اولین خشت را باید درست در یک چوکات درست قالب ریزی کنه. اولین خشت جامعه فرد است، یک انسان. اسلام برای ساختن فرد، برای تزکیه فرد، برای تربیه فرد یک چیز را برش دعوت میده که میگه تو باید به الله ایمان داشته باشی. از طریق الله انسان صالح میتونیم که ما تربیه کنیم. از طریق قرآن انسان درست به جامعه ما میتونیم تقدیم بکنیم. و به این خاطر است که بعض مردم میگه اقتصاد تغییر بده زندگی مردم خوب میشه. مثلا در نظام مارکسیسم لنینیسم یک نظام کفری است، میگن که تغییر اقتصاد تغییر جامعه است. اگر اقتصاد مردم را تغییر بدن وضع زندگی خوب شود، مردم اتومات اخلاقشم خوب میشه و به اصطلاح روش اجتماعیم درو خوب میشه، فضایل انسانی و کرامت انسانی هم زیاد میشه. ولی اسلام خلاف این نظریه است. اسلام میگه انسان را تغییر بده تاریخ تغییر میخوره. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. الله متعال هیچ قوم را تغییر نمیده تا قوم خود را تغییر نده. انسان را بساز، انسان را تغییر بده. چگونه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از عربی که دخترای خود را زنده به گور میکردن، از عربی که در سال قحطی و در سالی که نان و غذا پیدا نمیشد، از قحطی و خشیت املاق در قرآن میگه اولاد خود را به قتل میرسانیدند. همونطور عرب را رسول الله صلی الله علیه و سلم با نور توحید، با نور لا اله الا الله محمد رسول الله رهبران تمدن بشری ساخت. هر کدام اونا معلم تمدن بشریت شد الی یوم القیامه. عمر فاروق روزی که قوایش در نزدیک فارس، در نزدیک ایران، در نزدیک فارس، قوای عمر فاروق صفا را بسته میکردند مانند صفوف فرشتگان در آسمان، در صف نماز استاد می شدند و بعدا مردم فارسی ها او را می دیدند که چگونه دستوروی خود را می شویند و نظافت خود را به جای می آرند و بعدا در صفوف منظم استاد می شند و با اطاعت کامل از یک نفر پایین و بالا می رند. بعدا یک از قماندانای فارسی ها میگه اکل کبد عمر، اکل کبد عمر لقد علمهم مکارم الاخلاق. عمر جگر ما را پاره ساخت و از بین برد. عمر جگر ما را خورد از دست این نظم که داره. بدون شک تعلیم داده و لشکر خود بزرگترین درس های اخلاقی را برای اینا یاد داده. اسلام اونا میدانستند که این تعلیم اخلاق را قائد بشریت، معلم بزرگ انسانیت حضرت محمد ابن عبدالله
صلی الله علیه و سلم یاد داده بود که اینا را میگفت برند وضو بگیرند. الطهور شطر الایمان، برند نظافت جز ایمان است. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این معلم عمر و معلم قوای عمر رضی الله عنهم اجمعین سیدنا محمد رسول الله بود که می گفت انما بعثت معلما، بدون شک ما من حیث یک معلم برای بشریت فرستاده شدیم. به این خاطر است که اسلام برای طرفدارای خود میگه که اولین چیزی را که شما اسلام میکنید مسئله ایمانتان است. ما باید به خدای خود ایمان راسخ داشته باشیم، ایمانی که شک و تردید در او را پیدا نکنه. روز از روزها حارثه از رسول الله از نزدیکش میگذشت. مر حارثه برسول الله صلی الله علیه و سلم فقال له الرسول صلی الله علیه و سلم کیف اصبحت یا حارثه؟ فقال اصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ماذا تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال حارثة عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتذاغون فيها. قال أدركت يا حارثة فالزم. حارثه را رسول الله پرسان کرد چطور است ای حارثه؟ گفت یا رسول الله اصبحت مؤمنا حقا، من مؤمن حقیقی شدم، ایمان من بالکل به جای رسیده و تکمیل شده. رسول الله گفت ای حارثه فکرت بگی چی یک دعوای کلان داری؟ مؤمن کامل شدم. هر چیز یک علامه داره، علامه ایمان کامل تو چی است یا حارثه؟ حارثه گفت یا رسول الله، یا رسول الله دل ما و وجود ما از دنیا به کلی کناره شده، دل ما با دنیا بسیار کشش نداره. و کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، مثل که ما عرش پروردگار لچ و برهنه میبینم. اینطور یک حالت برام رخ داره، ما تماشا میکنم مانند ای که عرش پروردگار ما مشاهده میکنم لچ و بینقاب. و کأنی انظر الى اهل الجنة یتزاورون فیها، مثل که ما به سوی مردم در جنت میبینم در دنیا از خودش و در بین بهشت یک دیگر را زیارت میکنند و به سوی اهل آتش فریاد میکنند و چیغ میزنند. گفت یا حارثه تو ایمان تکمیل شده، این حالتت فراموش نکنی و حفظ کن این حالتت را. برادران گاهی حالت انسان، قلب انسان تغییر میکنه، خاصیت انسان باز تغییر میکنه. قرآن میگه قلب گاهی زنگ بسته میکنه، قرآن میگه گاهی مهر میشه بالایش، قرآن میگه گاهی این قلب پایین میره، در رذائل، در پستی ها و در چیزای بی هدف مصروف میشه. علما گفتن که یکی الختم علی القلب است، یکی خسف القلب است و یکی مسخ القلب است و یکی نکس القلب است، یکی حجب القلب عن الرب تبارک و تعالی است. این حالات مختلف است. ختم علی القلب یا مهر بر قلب انسان چه وقت پیدا میشه؟ این مثل ازی است که در قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، خدا مهر زده بر قلب کفار، مهر زده و بر گوش کفار مهر زده. ختم القلب یا الختم علی القلب معناش ای است که سخن حق دیگه در گوش نمیره. یک حالت خطرناک است. در گوش انسان هم گاهی مهر زده میشه، گاهی در قلب انسان قفل به اصطلاح قرآن گذاشته میشه. بل علی قلوب اقفالها، بر قلبها قفلهای زده میشه و این حالت را در قرآن کریم و در احادیث پیامبر تشریح میکنه. حذیفه ابن یمان رحمت الله رضی الله عنه می فرماید که القلوب اربعه
قلبا 4 قسم است. فقلب المؤمن فقلب اجرد فیه سراج یسحر. یک قلبی است که صاف است، در او غیر از توحید و لا اله الا الله چیز دیگر نیست. یک چراغ در بینش روشن است، یک نور در بینش روشن است، نور لا اله الا الله محمد رسول الله. مجرد است، تنها است، با پروردگار، با توحید، با رسالت، چیز در او وجود نداره. میگه فذلک قلب المؤمن، این قلب مؤمن است. دوم و قلب اغلف فذلک قلب الکافر، یک قلبی که است که در غلاف و در پوش است، در او چیز داخل نمیشه، این قلب کافر است. و سوم و قلب منکوس، قلب سرچپه که در بین و میگه فذلک قلب المنافق، این قلب منافق است. هدایت در بینش داخل میشه، مثل کوزه یا افتوار سرچپه کنی پس میریزه. در قلبش نور توحید جابجا نیست، در قلبش تبلیغ دین جابجا نمیشه، از او قلب میریزه، میگیره دوباره سرچپه میشه. این قلب منافق میگه، قلب منکوس، قلب سرچپه. و چهارم و قلب تمده مادتان، مادت ایمان و مادت نفاق، یک قلبی است که دو ماده او را کمک میکنه، از دو منبع آب میخوره، یکی از منبع ایمان، یکی از منبع نفاق. گاهی کار خوب میکنه، این قلب یک کم قوی میشه، باز میبینیم یک کار فسق و فساد میکنه، این قلب دوباره ضعیف میشه. این دو ماده در حالت مبارزه و جنگ است با هم. این اعمال کسایی که خوب است و خراب است. نماز میخونه خوب میشه قلبش، نماز نمیخونه دوباره پشمرده میشه. ذکر الله را میکنه، نشاط، علاقه و عشق به خدا و دین پیدا میکنه. جماعت و نماز ترک میکنه دوباره پشمرده و خمود و جمود میشه و هیچ چیزی از دست از نمیاد. این حالت اکثریت مردم در عصر امروز است. از حالات قلب، گاهی در قلب انسان یک حالت رخ میده که قلب نه میشنوه و نه اطاعت میکنه. هر قدر برش گفته شوه قلب نمیشنوه صدای حق را، قلب نمیشنوه صدای امر پروردگاره، صدای نهی پروردگار نمیشنوه. گویا قلب داره این انسان، اما در بین قلب و در بین وجود، در بین حقیقت یک نسبت پیدا میشه. این مطلب رو من برای شما تعریف کنم. معنای چی است؟ معنای این است که در بین گرفتن حق و در بین قلب انسان یک نسبت پیدا میشه، مانند نسبت چشم کور با رنگهای بیرونی. رنگهای مختلف وجود داره، اما چشم کور او را دیده نمیتونه. همین ترتیب است. این قلب اسلام را دیده نمیتونه، دیگر چیز را میبینه. مانند نسبت صدا با گوش کر، صدا وجود داره اما گوش کر او را شنیده نمیتونه. و به می خاطر است که انسان گاهی وقت حالتش همینطور میشه که قلب انسان، علمای عقاید میگه که کور میشه. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بدون شک چشما میگه کور نیست، چشمایشان میبینه، ولیکن دلهایی که در قفس سینه دارن کور است. دلهایی که در قفس سینه دارن این دلهایشان کور است. به این خاطر است که گاهی وقت انسان در قرآن میگه ختم علی القلب برش رخ میده، یعنی قلب از آدم مور میشه. این در رابطه با مور قلب بود. و یک حالتی است که قلب انسان خسف میشه. خسف فرو رفتن در زمین میگه، مثل خسوف پایین رفتن میگه. انسان در رذائل، در مسائل گناه، فحشا، منکرات آنقدر غرق است که انسان به از مقام ملکوتی و انسانیش پایین میبره در اسفل السافلین. ثم رددناه اسفل السافلین. بعد انسان ما در اسفل السافلین ما ایرا پایین سقوط میتیم. بعض سلف میگن، علمای پیشتر میگه قلب انسان گاهی در پیرامون عرش خدا طواف میکنه، گاهی عرش انسان در پیرامون عرش خدا میگرده و گاهی قلب انسان در اطراف رذالت ها و فحشاها و منکرات علقه میزنه و طواف میکنه. خودش در اینجاست، قلبش در جای دیگه طواف میکنه. این قلب جای پروازش مشخص است.
در عالم رحمانی است یا در عالم شیطانی. اگر در عالم رحمانی بود فبها و نعم، خوشا به حالت. اگر در عالم شیطانی بود باید انسان حالت خود را تغییر بده و این میگه خسف القلب، یعنی قلب پایین میره در رذالت ها. گاهی قلب انسان در چیزای منفی به اصطلاح مصروف می باشه. و سوم مسح القلب است. اینو برادرای محترم نهایت با گوش دل ما باید بشنویم. این صحبت های عقاید است. مسح القلب ای است، مسح تغییر قیافه رو میگه که یک انسان میگه در یک جای برو روی سیاه میشه، میگه فلانی مسخ شده، یعنی چهرهش گشته. این مسخ را قلب انسان گاهی مانند قلب حیوانات مسخ میشه. خودش انسان است ولی در وجود انسان صفت حیوانی، اخلاق حیوانی، اعمال و طبیعت حیوانی در وجود انسان پیدا میشه. خودش انسان است ولی قلبش مسخ شده و این قلب مثل که شکل خنزیر است، العیاذ بالله. اونمو ترتیب قلبش هم به مو خاصیت تغییر میکنه. اگر انسان در کارهای بیغیرتی مصروف است، اگر انسان در کارهایی که به ناموس خود غیرت نمیکنه، اگر انسان به دین خود غیرت نمیکنه، به مقدسات خود غیرت نمیکنه، به خاک خود، به زن خود، به آزادی خود، به بیرق کشور خود، به هیچ چیز غیرت نمیکنه، میگه قلبی از این انسان چی میشه؟ مسخ میشه. این مسخ القلب میگه. و به این خاطر است که میگه این انسان قلبش که مسخ شد، اعمال از این اعمال از حیوانات میشه. مثلا یک نفر با ناموسش مردم دیگه کارهای بد را انجام میده ولی این نفر برش به تفاوت است. دخترش امرای مردم اجنبی میره، زنش میره، این بالای برای اصلاح از قدم بر نمیداره. این در حقیقت قلب ازی مسخ شده. و این نظر از سفیان ابن عیینه است، یکی از مفسرین مشهور است. و دلیل سفیان ابن عیینه ای است که آیه قرآن دلیل میگیره و میفرماید و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امثالکم. هیچ یک جنبنده در روی زمین نمیگرده و هیچ پرنده پرواز نمیکنه مگر مانند شما امت ها است. یعنی مثل شما اونا امت ها است، گروپ ها است، صنف ها است، مثل شما طبیعت داره، قلب داره. پس انسان مرحله مسخ القلب خطرناکترین مرحله است. اگر یک انسان قلب از او مسخ شود، گاهی میگه انسان به شکل خنزیر مسخ میشه قلبش، اما طبیعت و خاصیت میگیره. گاهی به شکل روبا، اما طور نیرنگ و فریب در وجودش. و این حالت مسخ را باطنی است و گاهی شکل از آدمان باز مسخ میشه. از قیافش مردم میفهمه که آدم کارای روبا را میکنه، کارای خنزیر را میکنه، کارای سگا را میکنه. و این در روایت آیه سفیان ابن عیینه تشریح میکنه. میگه مردمی که فراست داره، اهل دانش، اهل علم، کسایی را که قرآن میگه و علمناه من لدنا علما، ما از نزد خود به اونا علم و فراست عنایت کردیم. کسایی را که قرآن میگه واتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا اختیار کنین، از خدا بترسین، شما را خدا علم نصیب میکنه. میگه کسایی که بسیار قلبشان به نور الهی روشن است، باز از قیافه ظاهرشان هم آدم ها را میشناسه که اینا قلبشان مسخ شده. حتی این مسخ قلب در روی هم تاثیر میکنه. ببینیم که قرآن میگه اگر کسی نماز سجده زیاد میکنه، به خدا سر میمانه، سیمای از ما در رویشان از اثر سجده هویدا میشه. این قرآن میگه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، سیمای اهل ایمان در رویشان از اثر سجده هویدا میشه. کسی که زیاد تهجد میخوانه رویش نورانی میشه و کسی که نفاق میکنه رویش به اصطلاح مسخ میشه. در صحبتش لهو و لعب میباشه، دشنام، افترا، دروغ، حتی بازی مسخ قلب در روی هم تاثیر میکنه. اون نور نماز، نور حج، نور قرآن، نور امت بودن رسول الله، این همه نور است، نور ذکر الله، این همه از وجودش گم میشه، جای ازیره ظلمت میگیره.
به این خاطر است که خداوند متعال مسح القلبم در قرآن کریم ذکر میکنه. و چهارم نکس القلب است. این بسیار خطرناک است. نکس، منکوس بودن، سرچپه بودن قلب. قلب حقایق سرچپه میبینه، باطل حق میبینه، حق باطل میبینه، کفر ایمان میبینه، ایمان کفر میبینه، حرام حلال میبینه، حرام حلال میبینه، صدیق برش خائن معلوم میشه، خائن برش صدیق معلوم میشه. این حالتی است که قلب زیادم سرچپه شده. ایره نکس القلب میگه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. برشان گفته میشه فساد نکنین در زمین. قالوا گویند انما نحن مصلحون، ما فساد نمیکنیم، ما اصلاح میکنیم. ببینیم فرعون برای موسی علیه السلام چه میگفت قوم خود را؟ یا قوم و قال فرعون ذرونی اقتل موسی. گفت فرعون مرا بگذارند که موسی را به قتل برسانم. ولی یدعو ربه، خدای خودم چیق بزنه و صدا کنه، به دردش نمیخوره. مثل بعضی حالاتی که کفار میگه خدای تا صدا کن اگه از گیر ما تو را نجات بده. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولی یدعو ربه. فرعون گفت مرا بگذارن قوم خودم میگه این موسی را به قتل برسانم، خدای خود را صدا کنم. اینی اخاف ان یبدل دینکم، من میترسم که موسی دین شما را خراب نکنه. فرعون میگه من میترسم که موسی پیغمبر اولوالعزم، موسی کلیم در کوه طور پروردگار با او صحبت میکنه. فرعون میترسه که موسی دین خراب نکنه. موسی علیه السلام خودش تورات آورده، پیغمبر خدا است. اینو میگه این دین شما را خراب نکنه. ولی این یخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، یا این موسی در زمین فساد نکنه. خودش در یک هفته 70,000 طفلای بنی اسرائیل به قتل رساند. خودش مصلح است. گاهی وقت برای انسان نکس القلب رخ میده، سرچپه بودن قلب، و این خطرناک است. باطل حق ببین، حق باطل، شر خیر مشاهده میکنه، خیر شر. کاری که صدیقین میکنه و کار برش کار منافقین معلوم میشه، کار منافقین برش صدیقین معلوم میشه. این خطرناکترین حالت است. و پنجم حجب القلب عن الرب تبارک و تعالی است، که قلب از دیدن و رویت خداوند، از نورش، قدرتش، از نعمتایش پرده در بین قلب پیدا میشه. مثل که در بین یک خانه دیوار بگیری، در بین قلب و در بین پروردگار پرده پیدا میشه. هیچ خدا را حاضر و ناظر نمیبینه. هر قدر برش الله الله بگی بالاش تاثیر نمیکنه. این حجب القلب میگه. حجب القلب یعنی که پرده پیدا میشه در بین خدا و در بین بنده. در دنیا این حجب صغیر است. در دنیا اگر انسان نمیبینه این حجاب صغیر میگه، حجاب اصغر. حجاب اکبر در روز آخرت است. کل مردم دیدار رب العالمین میکنه، یک تعداد مردم از رویت پروردگار محروم است. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. و در آیه دیگه میگه کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. نه اینطور نیست که کفار فکر میکنه و منافقین، بلکه دلهای از یا زنگ بسته، دلها را زنگ بسته، گاهی زنگ بسته میکنه، زنگ بسته دلهای اینا به سبب اعمالشان. کلا اینطور نیست که یا فکر میکنه دنیا و آخرت از یا نیست. انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. اینا در روز آخرت از پروردگارشان در حجاب می باشه. بزرگترین عقاب حجاب است بین بنده و بین پروردگار. زیرا خداوند متعال اهل جنت یک جای میکنه و برای اهل جنت میگه از ما طلب کنن. پروردگار میگه یا رب همه چیز برای ما دادی، حورهای بهشتی، بهشت، شفاعت رسول الله، آب کوثر، مغفرت، رضوان، همه را دادی. پروردگار میگه از ما بخواهند. بعداً پروردگار میگه ای بنده های من شما را چیز نشان میتم که چشمها ندیده، قلبها هیچ گاهی به این شکل مشاهده نکرده. پروردگار بین بنده های خود و بین خود پرده ها را دور میکنه، خود را برشان نشان میده. ذات پروردگار بزرگترین نعمت برای اهل ایمان ذات پروردگار است که خداوند متعال اینا را
رویت خود را نشان میده و ما به این معتقد هستیم که رویت پروردگار حق است. خداوند متعال ایمان ما را قوی بسازه. پروردگار در قلب ما ایمان حقیقی را ایجاد کنه، ایمانی که قرآن میخواه، سنت رسول الله میخواه و ما را پروردگار از حالت مسخ القلب و نقص القلب و خسف القلب و از حالت پرده و حجاب در قلب، از این حالات خدایا ما را نجات بده و ما را از پیروان راستین رسول اکرم حشر بگردانه. الا ان احسن الكلام و ابلغ النظام کلام الله الملك العزیز العلام.